از مسلمانان صالحین دنیا باشه. به خدایی خداوند قسم است که یک تبر مسلمان شما وقتی از دین برش حرف بزنید بلکن استدلال میکنه، گریه های رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب نکرده و نمیکنه. حاطب غیبی از بالا صدا زد، آواز غیبی آمد که یا محمد یا جبرئیل شما را به دوزخ نمیاندازم گریان نکنیم. یا محمد یا جبرئیل شما اهل جهنم نیستید، شما را به دوزخ نمیاندازم. چرا مگر رسول خدا نشنیده بود که ما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ لیکن دوباره میخواه بشنوه. شاید برادران ما و شما جنتی باشیم، انشاءالله جنتی باشیم، اما بترسیم از قهر خدا، از آتش جهنمی خدا، از ترس خدا، از ریم و زردابی در دوزخ و از زقومی که قرآن میفرماید لآکلون من شجر من زقوم. دوزخی ها خورنده هستند از درخت زقوم، خار، سبحان الله، تابشان نداریم. فمالئون منها البطون، پس پرشوینده است از امون خار شکم های دوزخیان. خدایا نجات بده. چرا نور، چرا شراب وحدت، چرا عسل جنت، چرا شیری و از عوض کوثر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ننوشیم که ریم زرداب مردم دوزخ بنوشیم. خداوند برادران دعا کنیم که ما و شما را از دوزخ نجات بده. و در جای دیگه می فرماید قبل از این آیت ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای ظالما، ای گمراه های تکذیب کننده، کافرها تکذیب کردن دین رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی یک مسلمانای بیدین هم تکذیب کردن. کسی که عمل دین نمیکنه، ایش عهد دلش درد دین نمیگه، غم دینش قلبش نداره، او خود دین عمل دین تکذیب کرد، کافر نیست اما فاسق هست، عمل دین تکذیب کرد، نشود که به دوزخ بره. و خداوند ما شما رو به دوزخ نیندازه. ایزان می‌خوره. حضرت سردار انبیا با جبرئیل گریان کنان خیست. جبرئیل گریه کرده به آسمان پرواز کرد. رسول الله اسلام میخواهد که جبرئیل در پهلوش نیست صلی الله علیه و سلم. حرکت کرد بیرون برآمد که طور مردم خنده کرده رئیس. سبحان الله. قبلا جبرئیل آمده بود. اگر شما از قهر خدا بدانین، اگر شما از آتش جهنم معلومات داشته باشین، خاک بالایتان باد میکنین و هرگز خنده نمیکنین و دیگه نان شیرین هم، نان برتان شیرین حتی مزه نمیته. صحابه ها حیران و پریشان شد. باز حاطب غیبی صدا داد که یا محمد بنده های مرا بسیار مایوس نکن. چقدر خداوند بنده هایش دوست داره. عزیزان محترم، سردار انبیا گریه میکنه او را میگه که تو را به جهنم دوزخ نمیبرم. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امتش بیدار میکنه از یک طرف و از یک طرف زیاد میکنه این بیداری را.